با خبر 60 ثانیه در خدمتتون هستیم. سحر قریشی انگاری یا خیلی حوصله‌اش سر رفته یا از بیکاری نمیدونه چی کار کنه. الانم که بحث طارمی حسابی داغه و چه بهونه خوبی برای معروف‌تر شدن و پول درآوردن از یوتیوب. اون تو ویدیوی جدیدش از طارمی گفته اینکه طارمی به اون پیشنهاد دوستی داده و اونم برای اینکه دلشو نشکنه بهش گفته که من از تو 4-5 سال بزرگترم و شنیدم که یه سری چیزا از جمله عقاید و خانواده‌مون به همدیگه نمیخوره. طارمی هم گفته من آدم عوضی نیستم و قصدم باهات ازدواجه. خلاصه سرتون رو درد نیارم. طارمی یهو زانو میزنه و از سحر خواستگاری میکنه. سحر خانم هم که ماشاءالله دلشون دریاست و از اونجایی که به هیچ کی جواب رد نمیده با مهدی میره تو رابطه و این رابطه 1.5 سال طول میکشه. یکی این گوشی از دست این سحر بگیره تا جایی که میتونه داره از همه انتقاد میکنه و ایراد میگیره. حالا گیرکنش گیر کرده به فوتبالیستا. نظر شما چیه؟ برامون کامنت کنید و لایک و سابسکرایب فراموشتون نکنید.